چی شده؟ لامبورگینی وننو. این ماشین جذاب و سری پیش بهتون معرفی کردیم. خیلی تقاضا داشتیم که قیمتش چنده. بالاخره قیمت گذاری شد روش. 44 میلیون درهم معادل یک همت و 300 میلیارد تومان. ناقابل. آقای محترم، این ماشینی نیستش که بخری بیفتی باش تو خیابونا. این ماشین سرمایه گذاریه. این ماشین عتیقه است. کلکسیونیه. اینو باید بخری برای نسل‌های آیندت بذاری که کیف کنن. چرا؟ چون یه دونه از 9 تاست. سال 2015 ساخته شده. 0 تا 100ش 2.9 ثانیه است و تا 380 تا سرعت میره. خانم داره یه نکته خدمت شما عرض کنم. اول اینکه فالیبرای گلم ببینید اینا پارچه میذارن که این سیما یه وقت دردش نره. بله. این دیگه خب عتیقه است. اصلا این باید به نظرم دورش یه قاب شیشه‌ای درست کنن. همین که شما انقدر نزدیک دارید فیلم میگیرید آقای محترم، کار درستی نیست. یه خورده فاصلتون رو رعایت کنید. ببین من یه نکته به شما بگم. من قبل اینی که اصلا با این مجموعه ماشین ها آشنا بشم عدد بالای میلیارد نشیده بودم. الان رفتیم تو تریلیارد و همت و نمیدونم اصلا همینجوری داریم میریم شتابان به سمت بالا. فالیورای گلم در جریان باشید که این ماشین یکی از 9 تاست. اینم ما حالا گفته باشیم این لابلا. لامبورگینی وننو. بله. این ماشین فوق‌العاده خاصه، فوق‌العاده و ارزش سرمایه گذاری داره. به خاطر اینکه کلاً تو سال 2015 9 تا دونه از این ماشین ساخته شده. دست در و 0 کیلومتر. خانم محترم صحبت‌ها تموم شد؟ بله. یه گوشی رو بگی من یه اوج بگیرم کنار این، تو رو خدا دوست دارم کنار رو برم. یه ذره بذار جو بگیرم. بیا. فالیورای گلم همچنان علی دارایی شهرتون هستم. فقط میخوام بدونم که الان در حال حاضر موجودی حسابت چقدر کم داری که اینو بتونی بخری؟ اینو واسه من بنویس. همین وننو قیمتش هم یه همت و 300 میلیارد تومان. ناقابل. چقدر الان کسری بودجه هست؟ ببینیم چیکار میتونیم بکنیم دیگه. بنویس.